ایران سرزمین زنانی که در سکوت کارهای بزرگی انجام می‌دهند. زنانی که با علم، اراده و خلاقیت جهان را متحول کردند. در این ویدیو با 10 زن ایرانی آشنا می‌شوید که هر کدام با یک دستاورد متفاوت نه تنها برای کشورشان بلکه برای جهان الهام بخشند. مریم میرزاخانی، دختری از تهران با تسلط بر هندسه و دینامیک ریاضی، اولین زن و تنها ایرانی است که مدال فیلدز را دریافت کرد، بالاترین جایزه در ریاضیات جهان. آثار او مرزهای علم را جابجا کردند. ساره جوانمردی، تیرانداز پارالمپیک، با 4 مدال طلای پارالمپیک و 1 برنز رکورددار ایران است. کمیته پارالمپیک آسیا او را ملکه تپانچه نامیده است، لقبی که اقتدار او در رشته تیراندازی را نشان می‌دهد. آذر اندامی، زنی که در انستیتوت پاستور ایران یکی از مؤثرترین واکسن‌های وبا را ساخت. اما افتخار او فقط در آزمایشگاه نماند. نامش آنقدر در جهان طنین انداخت که امروز روی سیاره زهره دهانه‌ای به نام اندامی وجود دارد. نام یک زن ایرانی روی نقشه یکی از درخشانترین سیاره‌های آسمان. زهرا سالاریه در سن نوجوانی، ملوانی و تعمیر موتورهای دریایی را یاد گرفت و تبدیل شد به اولین زن ایرانی در این حرفه، کاپیتان کشتی‌های باری و مسافری. مریم اسلامی، دانشمند ایرانی، مخترعاتی مانند داربست دریچه قلب و کیت تشخیص بیماری‌های ژنتیکی نوزادان دارد. او جوایز بین‌المللی دریافت کرده و اختراعاتش در سطح جهان مورد توجه است. ریحانه سریری، زیست شناس و استاد تمام بیوشیمی، موفق شد از انجمن سلطنتی شیمی بریتانیا گرانت پژوهشی بین‌المللی دریافت کند، عنوانی که هر سال به پژوهشگران برتر کشورهای در حال توسعه داده می شود. افسانه صفوی، استاد شیمی تجزیه دانشگاه شیراز، اولین زن ایرانی در علوم پایه که به رتبه استادی رسید. او جوایز بین‌المللی متعددی دریافت کرده و در تربیت نسل جدید شیمیدانها نقش بسزایی داشته است. ژاله آموزگار، استاد زبانهای باستانی و ایرانشناسی، با پژوهش در ادبیات و اساطیر ایران میراث فرهنگی ما را زنده نگه داشته است. آثار او برای دانشجویان و محققان ابزار ارزشمندی است. بهناز حیدرچی یکی از محققان زن ایرانی است که به همراه تیم تحقیقاتی دانشگاه ملبورن موفق به کشف پادتن ویروس ایدز شده است. پروفسور مریم کوچکی‌نژاد از چهره‌های علمی برجسته ایرانی با شهرت جهانی. او در سال 2020 به عنوان یکی از 40 استاد برتر جوان در رشته مدیریت در سطح جهان برگزیده شد. این 10 زن هر کدام به یک شکل نشان دهنده روح واقعی ایرانند، کشوری که در آن علم، اراده، پشتکار و خلاقیت زنانه نه تنها رشد می کند بلکه می درخشد. کار این زنان الهام بخش نسل جدید ایرانی است که می خواهد دنیا را تغییر دهد.